سلام، اسماعیل ایومن هستم از کشور ایران، دارای مدرک دکترا در رشته فناوری نانو. عنوان اختراع بنده هستش آغازش ایمن نانل‌های متصل شده به کپسول‌های معدنی بر اساس فناوری نانو. در دتوناتورهای متداول معدنی سطحی از مواد منفجره اولیه نظیر آذید سرب استفاده می شود، زیرا آنها مناسب برای آغازش نانل‌ها هستند، زیرا سرعت و قدرت انفجار پایینی دارند. برای سالها هستش که در شرکت‌های بزرگی نظیر اوریکا از مواد منفجر اولیه نظیر آذید سرب استفاده می کنند. با این وجود این مواد ایمنی پایینی دارند و حساسیت بالایی دارند و آلوده کننده محیط زیست هستند. بنابراین هدف از این اختراع استفاده از نانو کامپوزیت یا میکرو کامپوزیت حاوی نانو ترمیت یا میکرو ترمیت حاوی آلومینیوم و اکسید مس به همراه یک ترکیب منفجر ثانویه نظیر RDX با چگالی پایین هستش که این مواد گرمای بالا و همچنین قدرت انفجار پایینی را فراهم می‌کنند برای آغازش مناسب نانل‌ها. در این حالت سرعت انفجار و قدرت انفجار نانو یا میکرو کامپوزیت مورد نظر به سرعت و قدرت انفجار ترکیب آذید سرب کاهش پیدا می‌کند. بنابراین با حذف کامل آذید سرب و جایگزین کردن نانو یا میکرو کامپوزیت مورد نظر به جای این ترکیب، ایمنی کاملا افزایش پیدا می‌کند و آلودگی محیط زیست کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش انرژی فعالسازی ترکیب میکرو کامپوزیت نسبت به RDX خالص، ایمنی میکرو کامپوزیت نسبت به RDX خالص افزایش پیدا می‌کند. دیگر مزیت این اختراع این استش که تولید این دتوناتور کاملا مشابه با دتوناتورهای موجود هستش، با این تفاوت که تولید آن مراحلش کاهش پیدا می‌کند، به این دلیل که زمانی که نانو یا میکرو کامپوزیت مورد نظر درون شل آلومینیومی بارگذاری می‌شوند، پرس مواد انجام نمی‌شود و بعد از اینکه میله فولادی حاوی مواد بر روی آن مواد نانو یا میکرو کامپوزیت قرار داده می‌شود، این دو مجموعه با هم پرس می‌شوند و به همین دلیل تعداد مراحل تولید آن کاهش پیدا می‌کند. بر اساس تست‌های مختلف انجام شده بر نانو کامپوزیت و میکرو کامپوزیت مورد نظر به عنوان شارژ اصلی در دتوناتورها مشخص شد که زمانی که از نانو کامپوزیت استفاده می شود در تمام درصد وزنی‌های نانو ترمیت مورد نظر آغازش نانل‌ها به خوبی انجام می شد، زیرا گرمای بالا و همچنین موج انفجار پایین ایجاد می شد و مناسب بود برای آغازش نانل‌ها. با این وجود زمانی که از میکرو کامپوزیت استفاده شده بود فقط در درصد وزنی خاصی از میکرو کامپوزیت آلومینیوم به همراه اکسید مس آغازش مناسب نانل‌ها ایجاد شده بود. به علت پیچیدگی فرایند تولید نانو کامپوزیت و همچنین قیمت بالای آن، استفاده از درصد وزنی خاصی از میکرو کامپوزیت در شرایط صنعتی مناسب‌تر خواهد بود. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این ویدیو رو مشاهده فرمودید.